کنه نمایندگی از فامیلش تربیه فامیلیش اخلاق دینیش میکنه. هر کسی کامنت خراب میکنه خودش خواهر داره، مادر داره، خانم داره، دختر داره و اگر کسی که حمایت میکنه این سفره یعنی که احترام به خانم‌ها داره و احترام به خانم، به مادر، به دختر، به خواهر خود داره. و همچنان چطور باز یک آیای پیگیری کنیم، یعنی 7 روز بعد از انجام آیای چی میکنیم؟ سطح پروژسترون ها هم اندازه میشه که باید از 15 میلی لیتر بالاتر باشه و همچنان بعضی از افزایش دیگه آزمایشات دیگه است که حالت افزایش و کاهش هورمونا هم دیده میشه که خیلی مهم است. بعد از انجام آی امیدوار هستم که در مورد آی کمک موضوعات ابتدایی ده براتون گفته باشم و همچنان موضوعات بوده باشه که قابل فهم و قابل استفاده بوده باشه. خب حالا میپردازیم به سوالای شما. تا که سفر به لایکش 25,000 نرسانین من سوالایتان شاید جواب ندم. شاید از من خفه هم شوین که والا خواهر ما از ما جزیه میخواید. جزیه نیست ولی به خاطر بهبودی صفحه و به خاطر کسایی که سوال دارن صفحه باید بینندهش هم بالا بره و همچنان از نظر کمیت و کیفیت و صحبت هایی که با خواهرها و برادرها می داشته باشیم و کسایی که سوال دارن اونا بیاین. استاد جان خودت همیشه لایک میکنی، قربانت، تشکر. گفته خب افغان 23 ما ببینیم که خودت لایک میکنی، لایک برسانین با 25,000 ما حتما سوالایتان جواب میکنم. تا او زمان ما میرم پس سوالایی که شما نوشته کردین ازم شروع مسای کنم. چند سوال آمده. ما امروز کمک وقت داشتم خواستم وقتر بیایم بخاطر که طیبه جان فکر کنم نیسته. اگر طیبه جان می بود سوالای شما را حتما بیرون نویس میکرد یا داشت میکرد. خب امیدوار هستم که بتانم ما خودم کوشش کنم که سوالا را پیدا کنم و به شما. خب خیر چیزی ما گفتن معلوم میشه. تشکر. حتما انشاءالله کوشش میکنم که مراعات کنم. از کجا بفهمیم که اسپرم قوی است؟ نظر به معاینات خواهر گرامی ما اسپرم از نظر مورفولوژی و تحرک پیش دکتر که میرین اونجا باز شما را روان میکنن به لابراتواری که مهم است و مشخص است و معین است. باز شما را چی میکنه؟ معرفی میکنه. در اونجا اسپرم معاینه میشه. شما خودتان نمیفهمین. دیگه کسی سوال کرده در مورد گولی قطار گفتین. من میره او روز هم یک سوال کرد گفتم قطار من نمیفهم. اگه انگلیسیشو به من نوشته میکنین میتونم بگویم که یا